صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. خداوندا، نام قدوس تو را که یکتا هستی و عادل می پرستیم و در برابر بزرگی و عظمت تو صورت خیش را به خاک افکنده و ستایشت می کنیم. ای خداوند مهربان، زبان ما از بیان کرم و سخاوتت عاجز است. محبت و رحمت تو بی نهایت عظیم است، به طور که مافوق تصور و عقل ما می باشد. سپاس باد بر نام قدوس تو ای خدا یکتا، که بودی، هستی و خواهی بود، که نه ابتدایی داری و نه انتهایی. بارالها، ما بندگان حق جویت به درگاهت آمده ایم تا ندای آسمانیت را بشنویم و پیام حیات تو را در قلب‌های خالی خود جا بدهیم. پس استدعا می کنم ای خدا که در این ساعت با ما سخن بگو و ما را آماده بگردان که پذیرای اوامرت باشیم. تمنا می کنم خداوندا که نگرانی ها و تشویش های زندگی و اضطراب فکری را از ما دور کن تا در آرامش حضورت کلامت را به جان بپذیریم. تو را شکر می کنیم که دعاهای ما را میشنوی و مطابق اراده خودت پاسخ می دهی. سپاس بر نام مقدس تو باد ای خدا یکتا. سپاس بر تو باد ای قدوس بی همتا. سپاس 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 که دعای ما را میشنوی و پاسخ میدهی. سپاس بر نامت باد ای خدای مهربان که محبت و رحمت و لطف و فیض خویش را در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده ای. سپاس باد بر نام مقدست. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را بپذیرید. از اینکه امروز نیز از رحمت خدا و فیض بی‌پایانش بهره مند شده ایم و این افتخار را عطا کرده تا کلام مقدسش را بشنویم، نام مقدسش را می ستاییم و امیدوارم که نور حق قلب‌های فرد شما عزیزان و یاران مهربان را منور و گرم کند تا با امید روز خودتون رو به سر بیاورید. در ادامه مطالعه زندگی عیسی مسیح نجات دهنده بشریت، توجه خود را معطوف به فصل 11 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 20 دنباله تعلیمات و کارهای او را مورد توجه قرار می دهیم. باشد که زندگی و دستورات و تعلیمات او
که نمونه و الگو برای هر خداپرست است برای شما نیز نمونه قرار بگیرد و با پیروی کردن از آن خوشنودی خدا را فراهم آورده و از برکات سماویش و فیض الهیش بهره مند شوید. بنابراین از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 17 بگشایید تا با هم کلام را مطالعه کنیم. اگر از انجیل تفسیری استفاده می کنید آن را به صفحه 15 باز کنید و احیانا اگر شما از داشتن کلام خدا به زبان فارسی محرومید منتها اشتیاق روحانی برای دریافت آن دارید، ما ازتون دعوت می کنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. وقتی که کتاب مقدس را میخوانیم متوجه میشویم که قوم یهود به خاطر اینکه از نسل ابراهیم بودند و همچنین یگانه قوم یکتاپرست در زمان عیسی مسیح در عالم بودند، این افتخار رو داشتن که اولین قوم و ملتی باشند که پیام آسمانی انجیل را شنیده و از فیض بی پایان خدا بهره مند شده و صاحب نجات ابدی و حیات جاودان گردند. برای همین بود که در فصل 10 ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح کوشش بسیاری می‌کنه تا تمام ملت یهود پیام او را بشنوند و او این مأموریت را کاملا به شاگردانش میده که اول به تمام شهرها و دهات‌های اسرائیل برن و با انجام دادن معجزات بسیار و تعلیم دادن مردم خبر خوش الهی را به قلب‌های بنی اسرائیل برسونند. اما متاسفانه قوم یهود او را نمیپذیرند. پس زمان فرا رسید، وقت آن شد که عیسی مسیح به سوی ملت‌ها روی آورده و نجات خدا را به همه مردم عالم بیان کند. یهودیان نور الهی را رد کردند. حضرت یوحنا در فصل اول از انجیل می‌فرماید او به نزد خاصان خود یا قوم خود آمد ولی او را نپذیرفتند. او به عنوان پادشاه به این جهان آمد و به خاطر اینکه پادشاه بود اول قوم خود را به سوی سعادت آخرت و فیض الهی هدایت نمود. معجزات بسیاری برای آنها انجام داد اما قوم او را رد کردند و همین رد کردنش بود که سبب شد که او تصمیمات دیگری بگیرد. او نیز آنان را رد کرد. او پادشاه است و حرف پادشاه همیشه حرف آخر است. بنابراین رو به شهرهایی که معجزات بسیار در آن کرده بود و تعلیم داده بود مردم را، آنها رو به آنها میکنه و آن شهرها را مورد نکوهش قرار میدهد. چرا مسیح آنان را مورد نکوهش قرار میده؟ به خاطر اینکه نسبت به پیام او هیچ عکس العمل مثبتی نشان ندادند. در واقع میبینیم که شنیدن پیام او و دعوت او مسئولیت به وجود می آوره. ما نمی توانیم در برابر تعلیمات و کار و دعوت مسیح و پیام او بی تفاوت بمانیم. یا باید آن را بپذیریم و یا آن را رد کنیم. در آیاتی که جلو ما قرار دارد در این قسمت از انجیل مقدس، عاقبت کسانی که کلام و پیام عیسی را رد کردند برای ما آشکار می کند. او داوری الهی را به 3 شهر و منطقه وسیع از اسرائیل اعلام می نماید و دوستان عزیز این 3 منطقه مرکز کار عیسی مسیح بود. یعنی اکثر معجزات و تعلیمات عیسی مسیح در این منطقه آشکار شد ولی مردم آن را نپذیرفتند. به کلام خدا گوش کنید. میگوید آنگاه عیسی شروع به ملامت نمودن بر آن شهرهایی که اکثر معجزات وی در آنها ظاهر شده بود کرد، زیرا که توبه نکرده بودند. وای بر تو ای خبرزین، وای بر تو ای بیت سیدا، زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر گشت در سور و سیدون ظاهر می شد، هر آینه مدتی در پلاس و خاکستر توبه می نمودند. لیکن به شما می گویم که در روز جزا حالت سور و سیدون از شما سلتر خواهد بود. و تو ای کفرنهم، وای بر تو که تا به فلک سر افراشته ای، به جهنم سرنگون خواهی شد، زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر می شد، هر آینه تا امروز باقی می ماند. لیکن به شما می گویم که در روز جزا حالت زمین سدوم از تو ای کفرناهم سهل‌تر خواهد بود. دوستان عزیز، در این آیات
می‌بینیم که عیسی مسیح از سخت دلی و بی ایمانی و حماقت مردم خورزین و بیت سیدا و کفرناهم که مرکز فعالیت‌های او و مرکز تعلیمات و معجزاتش بود شگفت زده شده است. میگوید بدانید به خاطر اینکه مرا نپذیرفتید در روز جزا یا روز معاد، بلایی که به سرتان می آید از بلایی که به شهرهای سدوم و قموره آمد به مراتب شدیدتر و بیشتر و مشکلتر خواهد بود. همه شنوندگان کلام عیسی مسیح با شهر سدوم و قموره آشنایی کامل داشتند. اینها همان شهرهایی بودند که در تورات مقدس در مورد داوری الهی بر آنان آمده است و می‌خوانیم شهری بود که حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم در آنجا زندگی می‌کرد. شهری بود که شهر گناه محسوب می‌شد، شهر فساد بود. در آن شهر فساد شرارت آنقدر زیاد بود که خدا از آسمان آتش بر شهر آنان بارانید، مثل باران آتش بر آنان آمد و همه را نابود کرد. تمام شهر بر اثر آتش آسمانی به خاکستر تبدیل میشه، به طور که امروز نیز پس از هزاران سال دانشمندان و باستانشناسان این واقعیت را پذیرفتند که علت نابودی این دو شهر آتش از آسمان بوده است. عیسی مسیح به آنان میگوید که اگر در نظر شما ای مردم یهود، مردم شهر سدوم و قموره بسیار سنگدل و قسی و قلب و گناهکار بودند و حقشان بود که خدا آتش از آسمان بباراند تا نابود بشود، بدانید که شما نیز از آنان به مراتب بدتر هستید، لااقل دست کمی از آنان ندارید. میگوید اگر این همه معجزاتی که در شهر شما و در برابر چشمانتان به وقوع پیوست در شهر سدوم انجام میشد، آنان توبه میکردند، ولی شما توبه نکردید. بنابراین داوری خدا بر شما به مراتب سخت‌تر از داوری خدا بر شهر سدوم میشه. آنها توبه میکردند ولی شما توبه نکردید. در واقع دوستان عزیز، عیسی مسیح میخواد به من و شما تعلیم بده، بگه که در قبال شنیدن مژده الهی، در قبال دعوت او، من و شما مسئولیت داریم. اگر شما کلام خدا را شنیده باشید و اطلاعی از کلام خداوند داشته باشید، بایستی به آن عکس العمل نشون میدید، یا بپذیرید یا رد کنید. ولی اگر شما اطلاعی از نقشه خدا برای نجات بشر نداشته باشید، پیام او را ندونید و ندانید که خدا از شما چه انتظاری دارد، آن وقت داوری الهی بر معیار وجدان شخصی شما خواهد بود. ولی اگر شما از دستورات و اوامر خدا آگاه شده باشید و بدانید که خداوند چی گفته و بدانید که خداوند از شما چه انتظاری دارد و چه باید بکنید تا در ملکوت الهی قرار بگیرید، منتها در انجام اوامر و خواسته های او کوتاهی ورزید، بدانید که داوری بسیار سختی در انتظار شماست. شنیدن و دانستن پیام خدا و رد کردن آن جزایی به مراتب شدیدتر دارد تا اینکه نشنیده و نشنیده باشیم. مسیح میگوید ای مردم خورزین و ای مردم بیت سیدا و ای مردم کفرناهم، در روز جزا، در روز محشر، عذابی که شما خواهید کشید به مراتب بیشتر از عذابی است که در مردمی که در شهرهای سور و سیدون داشتن خواهد بود. عذاب شما به مراتب بیشتر خواهد بود از کسان که در گناه و شرارت مردند، اما از نقشه خدا، از کلام خدا اطلاعی نداشتند. یعنی دوست من، به زبان امروزی مسیح میگوید شما که امروز صدای مرا میشنوید، شما که زندگی و تعلیمات مرا میشنوید، بدانید که در برابر این پیام مسئولیت دارید. اگر نسبت به دعوت خدا، نسبت به فیض خدا که در عیسی مسیح به بشریت عطا شده بی تفاوت باشید، بدانید روزهای تاریکی در انتظارتانه. ولی اگر دعوت او را بپذیرید، نه فقط از لطف خدا، از رحمت خدا بهره مند میشید و خطایا و گناهانتون رو میبخشه، و نه فقط از نجات آسمانیش بهره مند میشید و فیض خدا شامل حالتون میشه، بلکه مطابق گفتار خود عیسی مسیح شما جزو برگزیدگان خدا، جزو فرزندان خدا محسوب خواهید شد. یعنی کسی که خداوند برای مقاصد عالیش به کار خواهد برد، کسی که در راه خدا و در سیرت خدا سلوک می کند و کسی که خلق خوی خدا را در خود جای میده و مشتاق آن است.
راستی چه افتخاری از این بالاتر و مهمتر برای من و شما هست؟ چه افتخاری از این بهتر برای من و شما که خداوند ما را مورد لطف خیش قرار بده و سیرت خیش را در ما جا بدهد. و مهمتر، عیسی مسیح فرمود هر که به من ایمان آورد از مرگ به حیات منتقل شده است و در داوری نخواهد ایستاد. بنابراین دوستان، این بستگی به خود شما دارد که چه عکس‌العملی نسبت به کلام خدا داشته باشید. آن را بپذیرید یا رد کنید. شما می‌دانید که عاقبت هر دو را چه میباشد. پس از اینکه عیسی مسیح روی از آنان برمیگرداند، او پیام و بشارت خود را به سمع سایر ملت‌ها میرساند. در واقع از اینجا مسیر مأموریت عیسی مسیح عوض میشه و نجات خدا دیگر مختص به قوم یهود نیست. او ابتدا پیام خدا را به تنها قوم یکتاپرست آن زمان میرسونه، اما اکثر آنان پیام را نمیپذیرند. حالا نوبت سایر ملت‌ها شده است و این نقطه عطفی است در بشارت ملکوت خدا. آیات 25 الی 27 ستایش عیسی مسیح را به درگاه خدا میبینیم و سپس آیات 28 الی 30 دعوت عیسی مسیح را از همه انسانهای عالم میبینیم که همه را با آغوش باز و با فروتنی و محبت تمام به حضور خود میخواند و دعوت میکند. ابتدا به آیه های 25 الی 27 توجه کنیم. میفرماید در آن وقت عیسی توجه نموده گفت ای پدر آسمانی، ای مالک آسمان و زمین، تو را ستایش می کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان نگاه داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی. بلی ای پدر، تو را شکر می کنم، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پدر را نمیشناسد به جز پدر و نه پدر را هیچ کس میشناسد به غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. به زبان ساده تر عیسی مسیح در این لحظه دعا به درگاه خدا یکتا و پدر آسمانی نموده و او را شکر می کند. او خداوند آسمان و زمین را ستایش می کند. برای چه؟ می فرماید به خاطر اینکه حقیقت را از کسانی که خود را دانا و حکیم می دانند مخفی نموده و در عوض این حقیقت آسمانی را به آنانی که ساده دل و پاک و بی‌ریا هستند آشکار نموده است. این خواست خداوند است. دوستان عزیز، فراموش نکنید که این دعای مسیح در رابطه تغییر جهت و مسیر مأموریتشه. به عبارت دیگر وقتی این مطلب را بدانیم اون موقع است که میتونیم معنی کلمات را، معنی دعا را بهتر بفهمیم. در این دعا مقصود از دانایان همان رؤسای مذهبی و بزرگان دین یهود می باشه و افرادی که مثل آنها فکر میکردن که همه چیز رو میدونستن. کسانی که خود را دانشمند و در هر علمی مخصوصا علم الهیات استاد میپنداشتن و خیال میکردن که همه چیز رو میدونن. آنها از مکاشفه الهی، از بصیرت معنوی محروم هستند. چرا؟ چون میخواهند همه چیز را، مخصوصا مسائل معنوی را، از راه عقل و منطق و حکمت خودشون درک کنند. و دوستان، کلام خداوند میگوید این راه خدا نیست، راه درستی نیست. راه خدا راه ایمان است، راه بالاتر و مافوق عقل است، راه فروتنی بشر است. کلام خدا میفرماید که خدا حکمت بشر را جهالت میگرداند. عیسی مسیح وقتی به شاگردانش نگاه میکند میبیند که آنان او را پذیرفتند که بسیار ساده دل و ایمانی بی ریا دارد، آنان را مورد تشویق قرار میده. ولی دانشمندان مذهبی، رؤسای دینی که خود شاهد معجزات مسیح بودند و با چشمانشان شب و روز زندگی او را تحت نظر داشتند، هیچ کدامشان دعوت او را نپذیرفتند. مسیح میگوید ای پدر آسمانی، ای خدای یکتا، تو را شکر میکنم. ای خدایی که مالک آسمان و زمین هستی، تو را ستایش میکنم که این روش توه، راه توه. راه انسانها راه خدا نیست. چرا خدا ساده دلان را به کار میبرد؟ چون حکیمان به عقل خود تکیه میکنند، اما ساده دلان به خداوند.
ساده دلان با ایمان آوردن خود را تسلیم خدا می سازند و همین امر سبب میشه که خدا آنان را به کار ببرد. تسلیم شدن به خدا اولین راهی است، اولین شرطی است که خداوند ما را برای مقاصدش به کار ببره. آن وقت عیسی مسیح میگوید من راه و راستی و حیات هستم. میگوید شناخت خدا از طریق راه من میسره. چرا؟ چون او مکاشفه خدای تعالی است. میگوید اگر میخوای خدا را بشناسی مرا بشناس. چرا مسیح این را میگوید؟ دوستان، چون اعمال او، گفتار او، زندگی او منعکس کننده جمال و ذات خدای یکتاست. راه خداست، طریق او طریق حق است. مسیح به جهانیان اعلام می‌کند که مکاشفه خداست و برای همینه که بعد از اینکه این کلام را گفت همه جهانیان را به سوی خودش دعوت میکنه تا خدا را به نحو مخصوصی بشناسند. گوش کنید دعوت سماوی عیسی مسیح. گوش کنید دعوت عیسی مسیح از همه انسانها. دعوت عیسی مسیح از شما، از من و از همه مردم. دعوتی است که در عین حال عمومی ولی انفرادی. و این دعوت امروز پس از 2000 سال هنوز پابرجاست. تا وقت هست دوستان عزیز این دعوت مسیح نیز پابرجاست. دعوتی است برای من، دعوتی است برای شما. گوش کنید به دعوت سماوی مسیح. میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. یک بار دیگر دعوت مسیح را براتون می خونم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. این دعوت عیسی مسیح است. دعوتی است که سبب نجات و آزادی میلیون ها میلیون انسان از قید و بند گناه و شرارت گردیده است. و باید اعتراف کنم دوستان عزیز که همین دعوت پرمهر مسیح بود که مرا نیز به سوی خود هدایت و جذب نمود و مرا از ناامیدی و از گناه و اشتیاق به گناه آزاد نمود. این پیام عیسی مسیح برای همه انسان هاست. تا قبل از این پیامش مخصوص و مختص یهودیان بود. دائما این جمله را تکرار میکرد که توبه کنید، پادشاهی آسمان نزدیک است. اما حالا او رو به انسانها کرده، رو به دنیا میکند. او که اکنون خود را نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان نجات دهنده و رهاننده به ملتها معرفی میکند. میگوید ای مردم بیایید نزد من. دعوت او نور امیدی است برای کسانی که در تاریکی هستند. دعوت او داروی شفابخشی است برای قلب‌های شکسته و مجروح. دعوت او حیات و زندگی است برای دل‌های مرده از گناه و ناامید بشر. میگوید بیایید نزد من. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران. عیسی مسیح آنان را دعوت به حضورش میکند که محتاجند، آنانی که نیازمندند. میگوید آنانی که بارهای زندگی پشتشون رو خم کرده به حضور من بیایند. آنانی که تاب تحمل سختی ها و بارهای گران ظلمت را ندارند، مسیح آنان را به سوی خودش دعوت میکنه. چرا؟ تا با آنها آرامی بدهد، تا با آنها سلامتی بدهد، تا بارهای آنان را بر دوش خود بگیره و آزادشون کنه، تا با تحمل درد و رنج آنان را از بار رنج و تحمل دردهاشون برهاند. او منجی است دوستان، او نجات دهنده است. او نیامد تا فقط مریضان روح را با کلماتش تسلی بدهد، بلکه آمد تا بار تحمل دردهای آنها را نیز به دوش خود بگیره، تا متحمل بشه زجرهایی که ما میکشیم. او نجات دهنده است. نه فقط میگوید نزد من بیایید تا به شما آرامی بدهم، بلکه از ما مسئولیت میخواهد. میگوید نزد من بیا، من به تو مسئولیت میدم، ولی به یه شرط: یوغ مرا بر خود بگیری. من به تو آرامش میدهم، ولی بایستی یوغ مرا بر خود بگیری و از من تعلیم بیابی.
عیسی مسیح دوستان عزیز با استفاده از تمثیل میخواهد مقصود خودش رو خیلی روشن و ساده برای من شما بفهمونه. میگوید یوغ مرا بر خود بگیرید. یوغ وسیله است که بر گردن دو گاو در حین شخم زدن زمین میگذارند تا بین هر دو گاو هم از نظر نیرو و هم از نظر جهت حرکت یک تعادل برقرار بشه. مقصود مسیح همینه که شما بیایید در جاپای من قدم بگذارید، راه مرا طی کنید، در طریق من باشید، از من جدا نشید و از من تعلیم یابید. چرا؟ چون من حلیم و افتاده دل می باشم. کتاب مقدس میگوید با اینکه در حضور خدا بود و با خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خیشتن را فروتن ساخت و به صورت انسان در میان ما انسانهای گناهکار ظاهر شد تا ما را نجات بدهد. امروز مسیح میگوید از من پیروی کنید، من به شما آرامی میدم، آرامی که جان و روح و هستی شما را فرو خواهد گرفت. ای عزیزان، سالهای پیش، یعنی در تاریک ترین لحظات زندگیم، روزی دعوت عیسی مسیح را شنیدم. من که هیچ امیدی به زندگی نداشتم، من که بار گناهان و خطایایم، دروغها و دزدیها و شرارتهایم وجودم را آلوده کرده بودم، من که اسیر زنا و شهوت بودم و در قهقرای ظلمت افتاده بودم، دعوت او را شنیدم و به سویش آمدم. خود را در پای صلیب مقدس او و در جلو پاها و دستهای پر مهرش انداختم و از او تمنا کردم که ای مسیح بر من گناهکار رحم کن و مرا از گناه آزاد کن، مرا از ظلمت برهان و به من آزادی بده. دوستان عزیز، عیسی این کار را کرد و امروز او حاضر است برای شما این کار را بکند. پس ای عزیزان، دلتون رو با آدمیان خوش نکنید، بلکه به خدا و به مظهر او. خدا در مسیح جهانیان را با خود مصالحه داد. بیای یار من، شما نیز جزو آنان باشید. دعوت مسیح را به خاطر بسپار و نسبت به آن عکس العمل نشان بده که میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوذ خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. خدای مهربان یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.